سلام، اسم من کوروشه. امروز میخوام راجع به بازی که میخوایم انجام بدیم با شما صحبت بکنم. این بازی یک بازی اجتماعیه، فقط یک بازیه، نه ربطی به سیاست داره، نه به قمار داره، نه به هیچ چیز دیگه. قوانین بازی به شرح زیره. اگر کسی به شخص دیگری یا به کارکنان ما توهینی بکنه، مسخره بکنه کسی دیگر رو، کوچیک بکنه کسی رو، برای همیشه از بازی حذف میشه. این بازی هیچ ارتباطی همونجوری گفتم به قمار نداره، چون شما پولی بابت این بازی نمیدید. هر کسی میتونه به این بازی بپیونده، حتی دوستان خارجی شما. بیشتر بازی ها 3 جنبه داره: جنبه جسمی، ذهنی، هوشی. پیشنهاد میکنم یک تیم تشکیل بدید، چون این کار شانس شما رو برای برنده شدن زیاد میکنه. شما نمیتونید قوانین رو زیر پا بذارید. اولین بازی در انگلستان برگزار میشه، اما به زودی به کشورهای دیگه هم میرید. یعنی شما با افراد کشورهای دیگه هم ممکنه در مسابقه ما باشن. شما باید به خوبی یاد بگیرید، گوش کنید و قوانین رو رعایت کنید تا همه با هم دیگه لذت ببرن. اگر در بازی اول باختید، میتونید در بازی بعدی ثبت نام بکنید. هرچند جایزه بازی اول کمه، اما هر ماه در بازی جدید دیگری 2 برابر میشه جایزه. یعنی ماه اول 1000 تا، ماه بعد 2000 تا، ماه بعدش 2 برابر 2000 تا میشه 4000 تا، ماه بعدش 2 برابر 4000 تا میشه 8000 تا. حالا امکان داره که تعداد پلیرها، شرکت کنندگان زیاد باشه و ما بخوایم اسپانسرهای زیادی بگیریم و ممکنه این مبلغ همینجوری زیادتر بشه. هرچه تعداد افرادی که بازی میکنن زیاد باشه، جایزه بزرگتر و بزرگتر میشه. یه موقع ممکنه به 100,000 پوند هم برسه. قول نمیدیم، ما اینجا قول و تاریخ نگفتیم که 100,000 تا میشه، ولی هدفمون اینه که به چند 100,000 پوند هم برسه جایزش. اگر برای همیشه حذف بشید، فرصت رو در بازی دیگه از دست میدید. حواستون باشه که یه موقع هیجان زده شدید به کسی توهین نکنید، بازی رو خراب نکنید، که ممکنه در آینده مثلا 20,000 تا 50,000 تا جایزه باشه و شما در شرکت نداشته باشید. حیفه. بهتون پیشنهاد میکنم که یک تیم تشکیل بدید و اشخاص شرکت کننده در اون تیم 3 تا مشخصه که لازمه این بازی هست رو داشته باشن. یکی هوش خوب، قدرت خوب و سرعت خوب. مثلا اگر یک تیمی بروسلی، ایوان ماسک و هادی چوپان با هم بوده باشن، اینا در تمام بازی ها برنده میشن. یعنی هوش بالا، سرعت و قدرت. حالا این جالب نیست که مثلا این 3 نفر بیان با هم دیگه تیم بشن و مرتب برنده بشن، پس هیچ شانس از همه بگیرن. این جالب نیست. در نتیجه هیچ تیمی نمیتونه بیشتر از 3 بار برنده بشه. بعد از 3 بار باید از همدیگه جدا بشن. اگر تیمی 3 بار پشت سر هم برنده شد، اعضای اون تیم باید از همدیگه جدا بشن. ورود بازی رایگانه، بنابراین 15 ساله ها میتونن شرکت کنن، چون در انگلستان 15 ساله ها نمیتونن قمار بکنن. تقلب باعث میشه که با بیرحمی از بازی حذف بشید. خواهش میکنم تقلب نکنید. مثلا اگر شما بخواید گوشی تلفن خودتون رو بیارید و ما سوالی از شما کردیم، شما سرچ بکنید از گوگل یا از AI سرچ بکنید و جواب ما رو بدید، خب نه تنها برای بقیه ظلم کردید، بلکه مزه بازی از بین رفته و شما برای همیشه حذف خواهید شد. هر بازی ممکنه با همدیگه متفاوت باشه، ولی همینجوری که بازی ها بیشتر میشه، هر ماه بعد تعداد آدم ها بیشتر میشه، جایزه بیشتر میشه و بازی هیجان انگیزتر میشه. همین
خواستم بگم اگر کاری دارید میتونید با وبسایت ما تماس بگیرید، به ما ایمیل بدید. خواهش میکنم دوستان خودتون رو خبر بکنید و شروع بکنید که تیم خودتون رو تشکیل بدید. میبینمتون. خداحافظ.